زندگی دفتری از خاطره هاست. یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک. یک نفر همسفر خوشبختی هاست، یک نفر همدم سختی هاست. چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد. ما همه همسفر و ره گذریم. آنچه باقی است فقط خوبی هاست. به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام و عرض ادب حضور همه شما نازنین بیننده هایی که بیننده برنامه ایدان از شبکه تلویزیونی عصر هستید. عید شما مبارک باشه. امیدوار هستم در هر کجای این کره خاکی، در هر منطقه از افغانستان عزیز، در هر کوچه پس کوچه هرات عزیزمان که هستین، خوب و خوش و صحتمند بوده و ایام به کامتان باشه و عید سعید فطر با خوبی و خوشی آغاز و ایام را هم به خوبی و خوشی سپری کنین انشاءالله. و اینکه ماه صیام، ماه قیام، ماه عبادت، ماه مبارک رمضان را هم پشت سر گذاشتیم و طاعات و عبادات همه ما مقبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. خواستیم تا به بهانه برنامه ایدی جمعی از هنرمندان کنار خود داشته باشیم و اینا را دعوت کردیم به برنامه. لطف کردن، دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف فرما شدن تا کمی صحبت خودمانی داشته باشیم و عید از دیدگاه هنرمندان ببینیم که چی هست و چگونه تجلیل میکنن. جناب استاد آقای ابراهیم حبیبی، مدیر مسئول نگارخانه بهزاد، جناب استاد عبدالله عثمانی، مدیر مسئول نگارستان ملی و جناب استاد جلیل احمد نهیک فلا، شاعر و نویسنده در کنار خود داریم و انشالله امیدوار هستم که تا اخیر برنامه با ما همراه باشید و از صحبت‌ها هم استفاده مزید ببرید. بسیار خوش آمدین. عید و ایام متبرک بر همگی مبارک باشه جناب استاد. بزرگ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همچنین مهمانان برنامه جناب استاد عزیز، جناب استاد، همچنین بینندگان محترم تلویزیون عصر. امیدواریم که ماه مبارک رمضان رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و ایام عید هم همچنین تبریک میگیم و انشالله سر روز عید انشالله که ایران به خوبی و خوشی سپری کنیم. انشالله که موفق و پیروز باشیم. در خدمت شما هستیم. ممنون شما، خیلی خوش آمدید. قربان شما. استاد سلام و عرض ادب خدمت شما مهمانان عزیز و بیننده های تلویزیون محترم عصر. ما هم به نوبه خود عید سعید فطر برای تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. قربان شما. استاد با عرض سلام خدمت شما و تمام عزیزان و مهمانان عزیز شما عید شاد باش میگم. به امید عید سلامتی، تندرستی، آزادی و صمیمیت و آرامش در کشور ما. به امید عید که همیشه در وطن ما لبخند مهر و محبت و صمیمیت جاری باشه. و به امید خدا انشاءالله. به هر حال گفتن که یک برنامه ایدانه هنری داشته باشیم و جمع شما هنرمندان که تشریف آوردین. تشکر. دیگه همین که میگن که تا قبل از اینکه ماه مبارک رمضان بشه هم میگن که والله یک ماه به ماه مبارک رمضان مونده، یک هفته مونده، 10 روز، یعنی فردا ماه مبارکه. نگاه کن تو به یک چشم به هم زدن دسته میتونه زود سپری میشه. سپری شده واقعا. یعنی امروز خودش واقعا که عید باید انسان تجلیل قدری میکنه. ماه متبرک کرد باید بدونه که واقعا زود تیر میشه. بعضی که تمام میشه میبینه که یک فرصت بسیار طلایی بود که متاسفانه شاید آدم خیلی در نیابه و با طاعات و عبادات ناقصه که ما در انشالله که مورد قبول حق قرار بگیره. واقعا زود میگذره، عمر زود میگذره و تیر میشه. صحبتی که ما قبلا با جناب استاد داشتیم که ما که به یک موی هم سفید شد و یک دوران تیر کردیم. استاد البته جواد گفتن یک دوران تیر کردیم، عمر گذشته. چندمین ماه مبارکی که از عمر شما سپری شده؟ بچه خدمت شما دیگه ما 57 میشه. 57 ماه مبارک رمضان کرد. دیگه فکر میکنم که به خورتگی کد باز همون کلنگ گنجشکی که میگفتم اون شکلی بود و بعد از اون باز 10 سالگی میگرفتیم انشالله. بیشتر روزار میگرفتیم و تقریبا بگین که 2 دوره یا که ما به تابستان یاد میدیم که ماه مبارک رمضان به تابستان بود بسیار. بعد دیگه بعد 30 سال بگیرین تقریبا یک دوره تیر میشه. روزا بسیار بلند بود و سخت بود و طاقت فرسا و هوا گرم.
انشالله خدا توفیق میداد که انشالله به خوبی و خوشی سپری کنیم. بله، ولی خب این ماه مبارک همی که هوا سرد بود، روزها هم نسبتا کوتاه بود و نیازی هم نبود کردن که گنجشکی روزه بگیریم. واقعا ماه رحمت است، ماه عزت است، ماه صبر است، بردباری است، ماه الفت و صمیمیت است. همه انسان ها به یکدیگر خود محبت دارن. اما یگانه چیزی که من در افغانستان دیدم و در کشورها شنیدم، در تمام کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی در ماه مبارک رمضان محبت و صمیمیت و گذشت بیشتره. بله، تاجرها بله. جنس خود ارزون تر میدن، بله. دولت از اونا در همون ماه مالیات کمتر میگیره و اونا هم با مردم محبت میکنن که هر غنی و فقیر بتونه از او استفاده کنه. اما در افغانستان برعکس، به ماه مبارک رمضان همه جنس ما گرانتر میشه. درست. اگرچه بسیاری تاجرای ما میگیرن در همین ماه بیشتر خیرات ها را میدن، بیشتر کمک ها را میکنن، اما جنس ها در بازار اگرچه امسال هم تا اندازه خوب بود نظر به دیگه سالا، جنس خیلی بالا نرفته بود، اما از هر جنس کمک در اون قش پیدا میشه که به خصوص در ماه مبارک رمضان همین معامله‌گرای ما این کار میکنن. خدا خودش خیر بیاره. و به عقیده هم هستن که میگن ماه رحمت است، خدا ما میبخشه. اما رحمت خداوند به ایست که ما گذشت داشته باشیم، ما بخشش داشته باشیم، ما الفت داشته باشیم، ما در این ماه درون خود، دل و جان خود، روح و روان خود باید تزکیه کنیم. انشالله هم که بله چون هم بوده در واقع. خب به هر حال دیگه همین بگین که هم مزایایی داره و هم بعضی از این مثلا سوء استفاده های انجام میدن و میکنن، ولی نمیتونن که بگین که همین به حساب یک حالت یا یک نواخت اینا بوده. به هر حال هر رقم بود خودش مسافری کرده ایام متبرک خیلی براحت و خیلی مقبول. بله بله. من دوست دارم که چون البته خب برنامه خودمانی هست و همه با هنر و شعر و رنگ و نقاشی اینا سر و کار دارن. من دوست دارم که دیدگاه یک هنرمند رو به این بفهمون چیه. یعنی دید از نگاه یک هنرمند میتونه چی رنگ داشته باشه، چی رقم میتونه تجلیل داشته باشه، چون معمولا اشخاص هنرمند دید از اینا نسبت به اشخاص عادی خیلی متفاوته. به قول شاعر که میگن که اگر نفر عادی موی بیند، اما هنرمند پیچش مور میبینه. دوست دارم که استاد خواهش میکنم یک دیده که دارن، دید هنری که برای اید دارن، چی رنگ انتخاب میکنید شما برای اید؟ بسیار عالی، بسیار عالی. همونطور که جناب استاد فرمودن، خود ماه مبارک رمضان یک الگوی برای تمام مسلمین به تو بشریت اگر حساب کنیم، بله، که خیلی درس‌های متفاوت تر میتونه ما شما از ماه مبارک رمضان بگیریم، مثلا همدلی و الفت و مهربانی و رسیدن به فقرا و از حال فقرا و مساکین با خبر شدن و چیزی تقسیم کردن، چیزی که داریم تقسیم کردن بین مردم. برای او همدلی خیلی مسئله مهمه که ایجاد بشه در بین مردم، که اینا هم به نظر ما که حالا فرمودید شما که کارهای هنری میکنیم طبعا همه زیبایه. بله، واقعا هر کدوم از اون از دریچه مهر و محبت و صفا و دوستی که نگاه میکنیم، خود از اینا همه زیبایه، غیر از مسائل ارکان دینی و مسائل معنوی که داره. مثلا خود عید هم که همچنین دیگه بعد از یک ماه طاعت و عبادت و بندگی که همه مهمان خدای برای دیگه باز توفیه همین مسائل عیده که ما با شما همون نماز عید میریم و تمام مسلمین و مسلمان ها جمع میشن و نماز عید برگزار میشه و همدیگر هم میبینن و با آغوش میکشن. بله، اینا همه فکر میکنم الطاف الهی و همه زیبایه، همه از دید مسائل هنری هم که نگاه کنیم بسیار زیبایه. دیگه سفره های رنگین و خانوات از این نشان نظافت و من الایمان که مثلا نظافت جز ایمانه، یه همچنین یک دست صورت به حساب خانه و زندگی و بالاخره به همه چیز داده میشه و لباس به هر حال نو میشه و تمیز میشه. اینا همه فکر میکنم یک جنبه زیبایی داره. خانوات از این میشه با گل و گیاه و بالاخره شستشو میشه، محیط معطر میشه. باز بخصوص عید ما و شما که باز به حساب برج حمل یا به نوروز هم انشالله برخورد کرد دیگه، فضا معطره، فضا هم خیلی معطر و زیبا و خوش رنگه.
رنگی که من فکر می‌کنم انتخاب میکنم رنگ سبز، چون تراوت میده، شادابی میده، آبی میتونیم همچنین آرامش میده. و خود رنگ سبز واقعا تراوت میده به انسان و رنگی که میتونه بره بسابید. ان شاء الله که ایدر بتونه به خوبی و خوشی ان شاء الله سر روز ایدر سپری کنیم و ان شاء الله با همراه دوستا و قوما و اقارب و ان شاء الله که همه زیباه، همه ان شاء الله زیباه. بله. استاد عبدالله بله. با فرمودی جناب استاد، عید که همت یک تحفه و یک نعمت الهیه که برای تمام مسلمین عطا شده، یک رنگ و روح و بوی دیگر داره که تمام انسان‌های مسلم از این روز خیلی مستفید میشن و همدیگر با مهر و محبت با آغوش میگیرن و با همون فضای صمیمیت و دید و بازدیدها با خونه همدیگر میرن. همون کدورت‌هایی که به جریان سال‌های به جریان 11 ماه با هم داشتن دور میکنن، باز یک زندگی جدیدتر به کنار هم شروع میکنن با عزم بهتر و با یک هدف و مشتاق بهتره که واقعا یک رنگ و روی دیگری داره. همونطور که استاد گفتن که هر کس به سر و صورت و زندگی معول خود رسیدگی میکنه، همونطور زیبایی های خونه خود آماده میکنه، همون خود از یک زیبایی خاصی داره. و ما هم همین رنگ ایدر، رنگ آبی و رنگ سرخ انتخاب میکنه که خیلی یک رنگ آبی که معمولا هنرمندا این نام رنگ آرامش میشناسن و رنگ سرخ هم رنگ تراوت، رنگ زندگی یا مثلا تلاطم و جوشش و جریان و رونق دادن و خون و بله واقعا میتونه بسیار عالی، بسیار عالی. رنگ تپش، رنگ عشق و محبت دیگه. همه رنگ‌ها یک زیبایی خاصی دارن. باز به این مناسبت‌ها باز این دو رنگ خیلی یک دیدگاه ما یک زیبایی، یک پیام بهتر میتونه برسونه. خیلی خوبه. و اما اگر خواسته باشین که از دید یک شاعر و نویسنده به این نگاه بکنه ببینیم چی میگن. باز همه میگن عید مبارک. مبارک بره کلام شعر. بله. اما ما اگر عید و چند قسمت تقسیم کنیم، عید از دیدگاه اجتماعی، عید از دیدگاه فرهنگی، عید از دیدگاه دینی، بله. اینا طبقاتی از خود داره و در عید این همه برنامه نهفته هست. بله. مثلا وقتی که روز اول میشه به استقبال عید که همه میرن به عبادتگاه، بازم به درگاه خدا دست نیاز بالا میکنن و همچنین همدیگرها خود میبینن از شهر و ده و همه جا رو میبینن که روابط اجتماعی و از دیدگاه فرهنگی صمیمیت ها، محبت ها اینا بیشترتر میشه، کدورت ها گم میشه. بله. اما فرق امروز عید و دیروز هم باید ما بررسی بکنیم. دیروز به خصوص در اطراف بله یک بشقابک خودی برای همه کس عیدی میدادن. بله. و هر کس که میره پتوی هم خودی بود، پتوی پر از نقل و نخود و کشمش و تا چیزها میشه. نقل کلوخی بود، یک زمان رنگی بود، خمیری رنگ خیلی مقبولی بود. محبت های بیشترتر بود و بچهای خود همه ذوق میزدن چند روز جلوتر یا که عید است و به ما عیدی میدن و این برنامه ها بود. اما امروز که عیدا تجملاتی شده، سفره میچینند و به نوع مختلف میرن به دیدن و بازدیدها. اما همه حالی هم همه خوبی داره که هر کس که دورت داره بله. به دیدن کسی که مشکل داره میرن به دیدن و احترام میکنن که دورت ها گم میشه، کلان قوم جلو میشه و کلان خانواده جلو میشه و فرزندان به همراه با او به دیدن احمد و محمود و قوم خویش و دوست آشنا خود میرن. به هر حالت صمیمیت ها را در عید ایجاد میشه. درد و کدورت ها کمتر میشه. رنج های روحی از جسم انسان، از روی انسان دور میشه. پس به این صورت که عید زیبایی های خاص به خصوصی داره. به خصوص وقتی که عیدی و یک خانه که ارتباط ازدواج برقرار شده و ارتباط نامزدی هست، عید اول هست که برای از عیدی ببرن با چی شور شوق و با چی زحمت های فراوان و با مهر و محبت های دو فامیل با هم ارتباطات برقرار میکنن. و در پهلوی از اون به خصوص جوان ها که به حساب میگه شب عید است، ز خرسندی به پیراهن نمی گنجم که فردا با نگار خود مبارک باد میگویم.
و حال همین مبارکباد گفتن با عشق و با محبتی که به مناسبت عید به عزیز خود تقدیم میکنن، به قوم خویش خودشون. اما بعضی کسایی هم هستن که به ارتباطات عید روابط بسیار کسایی که ماتم داشتن، عزیزایی که دست دادند و به او که میرسن باز اون بچه‌هایی که بسیار ماتم دیده هستن اونا فریاد میکشن همه در شادی عیدند و من در ماتم هجران. محرم 100 شرف دارد بر این عیدی که من دارم. واقعا کسی که از خانواده و تیر شده آرزو داشت که دست پدر رو ببوسه، بله، آرزو داشت دست مادر رو ببوسه. در این مدت 1 سال و چیزا رفتن و این در ماتم هجران است. بله. در ماتم از اما رنگی که شما خواستین، من رنگ صمیمیت، رنگ محبت، رنگ عشق، رنگ صفا و صمیمیت در عید میبینم و میپسندم که اون رنگ هایی که استاد بیشتر عرض کردن جلوه از اون رنگ هاست. خب معمولا هنرمندان نقاش رنگ مشخص میگن، سرخ و سبز و آبی، اما شما این رنگ رو با کلمات و با واژه و اینا بیان کردن. بله، چیزی گفتن همه رنگارم تاثیرگذار گفتن که به اصطلاح تقریبا هم بودن که همه به شهیدی کمک میکنن. بله، 100%. و بین صحبتاش من نکته که دریافت کردم این که مثلا عید بردن یک نامزد مثلا از یک فامیل و فامیل دیگه با همین که مشکلات اقتصادی هم هست ولی بازم با مهر و محبت و علاقه شخصی خود میره همو خرید میکنه میبره. بله، واقعیتی است که چون از ته دل میخواه باشه روابط اجتماعی دو خانواده را مستحکم بسازه و از بابت از اینکه بسیار اظهار علاقه با نامزد خود به خانواده از او میکنه. اینا همه چیزایی هست که این به ما ارمغان آورده، محبت آورده، صمیمیت‌های خانوادگی را افزود کرده. پس این هم لطف خداوند است. و این چقدر فرهنگ غنی و فرهنگ خیلی خوبی داره. ما یکم که مثلا ایام متبرک عید از حال همدیگر با خبر میشم فکر میکنم. خب حالا هر کشور نظر و فرهنگ و آیینی که داره خب متفاوت از تجلیل متفاوت از روزهای مشخص داره، نه یا ملی هست یا بین المللی است و یا همین که جزء عرف و عادات هست. ولی خب عید برای ما خب چیزی که پیشتر گفتن هدیه الهی هست، پاداشی است که بعد از 30 روز ماه مبارک خداوند بر ما عطا میکنه. خب چی فرهنگ خوبی که از حال همدیگر جویا میشه و ای که مثلا دید و بازدیدی که صورت میکنه. فکر میکنم این فرهنگ در کشورهای دیگه خیلی کمتر هست یا نداره خود داشته باشن. در این اندیشه ندارن. بله. اندیشه اسلامیت یک روابط اجتماعی رو برقرار میکنه. بله. و ما به خاطر از اینکه یک ماه با خداوند بودیم، خدا با ما صحبت کرد و ما با او قرآن خوندیم و طاعت و عبادت کردیم و شب زنده‌داری کردیم. بله. به همین مناسبت هم خداوند به ما عید داد. بیشک. پس وقتی که عید خدایی است، مهر و محبت پروردگار است بر بندگان، پس این یک حرکت اجتماعی، یک اندیشه ملی، فکری، سیاسی، اقتصادی، همه چیزی که سعی کنیم در همین نهفته است. خوش به حال ملت که در اندیشه ناب اسلامی زندگی میکنه. بیشک. بسیار عالی. استاد بین صحبت دوری کردن که مثلا گذشته ها میرفتن به عیدی، حتما تجربه داره مثلا. بله 100%. که همو چی بود که یک نیم کاسه یا پیاله داخل نخود کشمیش و نقل اینا میدادن داخل پتوی داخل کیسه ها خالی میکردن اینا. استاد شما خب این فرهنگ تجربه کردن در ایام گذشته. حالا ما استاد عبدالله سن ما کمتر هست دیگه، خدا جوان‌تر میگیره. استاد بعد شما با ما پشت شیرینی ندید. نه دیگه ما شما ایده استاد بیا آوردم. ما تا به حساب شهری امروز آوردم. خب دیگه گفتن که آوردم ما دونگه که خب بازی با خیر است. ما عصر امروز هستن. خب ما استاد زاده عصر امروزیم و نظر به رسم و رواج امروزه. دوست دارم استاد زمین خاطراتی که گفتین که پیشتر یادآوری شد اینا که داخل همون گلاس خورده یا یک نیم پیاله یا نیم کاسه‌ای که نخود کشمیش اینا فامیلا معمولا بیدی میرفتن یا به کیسه بچه‌ها خورد میکنن داخل پتوی بزرگسالا میکردن. دستمالای هم بود، دستمالای گلدوزی شده بود فکر میکنم. اینا چیزا که برای ما البته تعریف شده ها. اینا دوستان که بعد از یک وقفه یک از این خاطرات رو برای ما استاد بازگو کنیم ان شاء الله. وقفه میبینین، بعد از وقفه در خدمت شما خواهیم بود.
استاد میشن خاطرات گذشته بسیار عالی. راست میگین. ما که به هر حال از قریه زیبای جغرتان در از پلیس ولی انجیل، بله بله، کنار پل مالان، یک قریه بسیار زیبا و دیدنی، سرسبز خوش آب و هوا، کنار رود هیرود، بله. دریای هیرود، پل مالان. بسام یک صفای خیلی خوبی بود. به هر حال قبلا که آبم بیشتر بود، بله. جنگل مصطفی میگفتن، جنگل خیلی وسیع بود که باز خصوص باز میله میگرفتن. تقریبا 13 روز به حساب یا 3 روز به نوروز، 13 روز به نوروز و عیدام همون 2 عید که ما شما داریم. هر عید 3 روز 4 روز میله بود به شاهزاده یعقوب و به حساب پل مالان. یعنی زیارت اونجا هست یا منطقه به نام شاهزاده یعقوب؟ شاهزاده یعقوب میگفتن به هر حال مثل که متوفای همونجا از شاهزاده ها کسی بوده. برام شاهزاده یعقوب میگم به طرف سروستانی که به طرف کاورزون و کمیزون و این طرفه، نه این سروستانی که ما شما داریم که منم به حساب آبیانه سوریستان میگم. بله. برای قسمت دیگه بعد کمپای زده میشد و چرخ فلک‌های شاید جاد و سادم و چرخ فلک‌های چوبی بود. خیلی جالب بود. اسب دش و تخم جنگی ها بود، تخم‌های رنگ داده بود دیگه. واقعا سرتیری بسیار خوبی بود و گفته استاد همون صمیمیت و دوستی و همدلی و بدون تکلف و بدون تجملات بود. بله. یک مثلا خصوص عید. بله. عید رسم برای بود که هر کس که تمام مردم اون محل و اون منطقه جمع بشدن و دیگه شروع میکرد از اون خانه کلولا گرفته به ترتیب تمام این محله به حساب اینا به دیدن دیدنی میرفتن و هر جا که میرفتن به تعداد همون نفر یک پنوسک بزرگ است. همین چند تا پشخاب چینده بود و نقل و کشمیش و دیگه بعضی زلف عروس هم بود و شیرینی خیلی مقبولی بود. دیگه دومان خو میگرفتن تدماش خالی میکردن. استاد معذرت میخوام، همین شیرینی یا همین آجیل برای خورد و کلان میدادن یا همه هر کدوم یک پشخابی بر از اینا دیگه اینا بود که اینا مخلوط میگرفتم. همون مخلوط دیگه واسه این پشخاب از این مخلوط پر میشد، هر کس هر چی نصیب میشد. منیو هم اون سه ستاره ها بود دیگه. سه ستاره که کمی بیش عالی است. ولی خب دیگه طعمش واقعا همین دیگه باز به حساب بعضیا به دومان خوب، بعضیا به کیسی خوب باز اینا که به خونه برفتن، بعضیا به پتو خوب فرمودی استاد. انا باز به خونه که میرفتن دیگه اینا دومان والده یا مادر بزرگ کلی شیرینی گرفتیم ما. یا گفته جناب استاد مثلا عیدی خیلی مثلا مطرح بود برای خودها، حتما پر عیدی میدادم. یعنی اونجوری که یه خوشی بین همه بود. از خود تا کلان احساس میکردن که عید آمده، بعد از ماه برکم مثلا مثلا عیدی باید بگیرم. خوشی بود، به حساب خوشبختی بود. خصوص همون سروز همون تراوت یک صمیمیت خاصی بود. الان مثلا تجملات که جناب استاد گفتم واقعا این فاصله خیلی ایجاد میکنه. بله. یعنی به نوعی فاصله ایجاد میشه که بعضیا که به هر حال یک مشکلات مالی دارن شاید نتونن خیلی به صورت پذیرایی بکنن به شکل به حساب که داخل شهر ما و شما سفره‌های آنچنانی به حساب انداخته میشه. ولی خب همه رنگارنگ، همه تشریفات گاهی همین مثال صمیمیت‌ها و همدلی و رفت آمدها کم رنگ میکنه متاسفانه. استاد حال چون حرف از شیرینی و اینا خود حالا من نمیتونم برای شما بگم که میتونم با پشخاب برای شما بدین ولی میتونین که اصلا نظر به رسم حالا که هسته میل کنین از شیرینی ها میل کنین. رسم حالا که به صورت شده که دیده بازدیده که میکنیم بر اساس همون رسم رسومات فعلی دیگه می سفره‌های به حساب انداخته در هر خانه که ما شما میرین از هر کدوم 4 دونگه که میگیریم بالاخره استفاده میشه. خب بالاخره نفس کار همون مسئله بازدید و به حساب رفت آمدهایی که زنده میشه. خب به هر صورت ما شما در هر هفته میدیده بازدیدها به خصوص در نماز جمعه داریم که از سنت ها همینه که می روز جمعه که جمعه بریم خاطر از اینکه دیده بازدیدی صورت بگیره و عید مکلفن که همه جمع بشن. حالا بعضی روزهای جمعه امکان به اساس یک اتفاق و یک مشکلاتی که از بعضی دوستان نتونن برسن، ولی عید همون نماز عید 100% مردم جمع میشن که از حال هم دیگر با خبر بشن. یک سنت بسیار حسنه. این رسم رسوم‌های سابقه بود که واقعا یک صفا و یک صمیمیت و یک رنگی در او واقعا دیده میشد. بخصوص بعضی بیشتر خونه‌ام که میرفتیم ما از لحاظ دیزاین که میکردن همون پرده‌های گلدوزی شده که گلدونک و گلک لالی و خیلی بسیار جالب و بسیار با خونه‌های کاگیلی و اینا همه فکر میکنم یک کمپوزیشن بسیار جالب از لحاظ ترکیب بود. واقعا حاله که مثلا از دید هنری نگاه میکنین میفهمن که چقدر مثلا در پهلو صفا و صمیمیت و اینا همون کمپوزیشن رنگی اینا
چقدر جالب بوده. بله. خب پنجره‌های وقتی کاگل ما شما با رنگ‌های گرم خاکستری می‌بینیم، پنجره رنگ سبز و آبی به حساب رنگ‌آمیزی شده، خود از یک جلوه بسیار. یک روز پیکاسو از یک منطقه تیر می‌شد، بله. و داخل موتر بود. بعد این به حساب موتروان گفت ساز شد عجب تابلویی. بابا این تابلو کجا؟ این یک در باغ حساب جذب کرده به رنگ‌های. در باغ هم شکل علی بکنه، درهای باغ قدیمی علیبی قوطی‌ها روغن افتکولی می‌گرفتن، رنگارنگ بود. اداره مخ می‌کردن به دروازه به حساب چارچوب از که به حساب کسی داخل محکم باشه، کسی داخل از این به حساب نره. این همین رنگای همین دروازه این جذب کرد که بسیار عالی. چقدر یک ترکیب زیبایی. چقدر حالا گفته شما اون کمپوزیشن را و اون ترکیب‌هایی که در قدیم ما و شما معمولا چاینکار که وقتی می‌دیدیم چاینکای شلغمی قدیمی، بعضی‌ها حتی سفالی به حساب چینی بود. اینا رو می‌دیدیم که چای دم می‌کردن. گفته شما یا کوزه‌های قدیمی که اینا ما داخل از آب می‌ریختیم، هم آب چقدر سرد نگاه می‌دیش، هم ظروف میسی که بیشتر استفاده می‌شد قدیم، که نه هم فکر می‌کنم حالا طب امروزی بیشتر بزنه متوجه که سعی کنیم ظروف خور هم میسی بگیریم استفاده کنیم. خب می‌بینیم مردم واقعا سالم‌تر. این دغدغه‌ها حالا بیشتر متاسفانه مردم به این فکرن که عید آمد چیکار کنیم واقعا. این کار به 10,000 و 5,000 میرسه، به 20,000 و بعضی فبرایر شد تا 50,000 یک لک یک سفره عید میشه. بله. خب اینا خود از این خب کسی دوستی هم که باز به طرف هم عزیز ما میره، خب به هر حال به این شکل باز اون نمیتونه پذیرایی کنه. بله. این فکر میکنم باز یک مقدار باز این فاصله ایجاد میکنه. انشالله که به اون شکل نشه، انشالله که بسیار ساده و صمیمی به اون شکل که ما و شما همدیگر با آغوش میگیریم با مهر و محبت. سفرام همونطور مهربانی و مهر و محبت و صفا از او انشالله سرازیر بشه. بله، گرچه من فکر میکنم نسبت به سالهای گذشته حال این نمایش تجملات اینا کمتر هست، یعنی نظر به 3-4 سال قبل فکر میکنم، چون قبلا خیلی بیشتر از حال روی تجملات روی آورده بودن، ولی حال کمتر شده. همین صحبتایی که دوستا و علما و بالاخره در مساجد و بیشتر از بزرگا همین صحبت‌ها بر مجلس گفته میشه، گفته شما که بیاین که بالاخره همینا درست توانایی داریم، میتونیم هر کاری در قسمت سفره انجام بدیم، بیایم کمتر کنیم بالاخره که ان شاء الله بتونم دیگه دوستا هم یک شکل بتونم به ارتباط برقرار کنم و نگه دارم، حفظ کنم، داشته باشم. یک خوبی دیگه با دیروز و امروز هست. بله. دیروز به هر خانه که میرفتن همون طبق پیشک که استاد گفتن که چاینک های تخم مرغی یا چاینک های شلغمی و سفالی اینا که حتما چای میخوردن. بله. میشیشتن، صحبت بیشتر میشد، روابط اختلاطات و قصه ها بیشتر میشد. و اما امروز میرن به هر خانه هم که میرن از هر چیزی که بود، جلغوزه بود، پرسه بود، خسته بود، یک دودانه اول میدارن میگن خودم والله خیر حافظ. چای نمیخورن، چای هم نمیخورن، یا جای از اگر یک رانی یا چیزی دیگه بخورن. این تا یک چیزایی هم هستن. اون وقت نشستا که بیشتر بود، در نشستا محبت ها بیشتر میشد، صمیمی ها و قصه ها بیشتر میشد، گلوری ها کم بود. بله. بیشتر کوشش میکردن. همین که میگفتن که ما گذشته بودن، واقعا میگذشتن ها، همت و مردانگی و شهامت از اونها بیشتر بود. در حال نیرنگ سیاسی خیلی شده، حال فریبکاری ها هست، بروی دگر رقم هستیم، پشت سر دگر رقم هستیم، اما همون صمیمیت ها را در این میبینیم. خدا توفیق بده که همیشه ایره داشته باشیم. بله آمین. ولی خب یک چیز را قبول کنه که گذشته خود تعداد نفوس و فامیل هم کمتر بوده دیگه. همین خاطر یه موقعیت مثلا به یک روز میشد که کل فامیل آدم بره خانه ها رو نگاه بکنه و دید و بازدید داشته باشه و از حال احوال هم دیگه با خبر بشه. ولی خب این روز ماشاءالله نگاه کنه که هم گسترش پیدا کرده. یک نفر مثلا اگر یک از هم برادرها دو برادر اگر مثال بزنین، یک داخل شهر یک به یک ولسوالیه، میگه هر چیز زودتر فقط برم، باز از اونجا برم به ولسوالی دیگه یا به منطقه دیگه برم که از همه مثلا از احوال همه خبر شد. این مثلا هم 50 سال پیش اگه ما شما حساب کنیم شاید 1 میلیون نفوس هرات بوده. بله. برسیده به 6-7 میلیون. بله. خب گفته شما گسترش پیدا کرده. گسترش پیدا کرده دیگه. فرصت هم گفتم ببین باز همین فرصت ها کم میشه. دید بازدیدها کم میشه. خب باز این مسائل عید خودمون برکار از حکمت داره. اگر نمی بود امکان میرفت که انسان بیگانه میشه بخیر. 100%. حتی قومای بسیار نزدیک خور نتونه حساب ببینه.
یکی که باز همین فرمودی استاد که همین مثلا کودرات ها رو گم کنیم مثلا این در عید هم گپ بسیار خوبه که ان شاء الله باز هم دوستی ها و محبت ها پس جریان پیدا کنه و غم و کدورت و همه چیز از بین بره دیگه. صفا و سوی مثل عید مثل بهار مثل رنگ آبی و سبز باشیم همگی واقعا. 100%. بله البته خب یک تعبیر که معمولا بعد از ماه مبارک هست میگه که انسان از نو زاده میشه بعد از ماه مبارک، به شرط ای که حساب از یک نگاه به خویش تن خویش داشته باشه، یک درسی از رمضان گرفته باشه. بله 100% همین تاثیرات مثبت خود در زندگی ما و شما داره واقعا. میتونه ما استاد عبدالله که گفتن که از نسل امروز استاد دیگه حال از رسم و رسوم‌های فرهنگ‌های قدیم که قصه کردیم استاد عبدالله گوش میکنن دیگه نمیفهم تجربه داره استاد که بخونه یک کسی ایدی رفته باشه و برای شما پشقاب داده باشه پشقاب میوه خب اوزر از مگه ببین اصلا هنوز اون فرهنگ گم نشده. اصلا جوون نمیگم هنوز اون فرهنگ گم نشده. بله کسی به ولسوالی ها فکر میکنم بعضی دارن این رسمه. اما به همین اطرافا که ما شما بریم روز اول عید بعد از قبل از نماز اینا جمعش هم یک کاسه عید دارن. هر خونه همون چیزی که جور میکنه یا یک برنجه که شروع یک چیزی تیار میکنه میبرن به مسجد بعد از نماز صبح. روز اول عید بعض دیگر روز دیوم بعض روز اول و به داخل شهر هم بعض جاها هست که او غذا پخت نمیکنن شیرینی هر کسی که روز دومی کار میکنن داخل شهر یکی مثلا شیرینی خشک میبره یکی مثلا مغزباب میبره اینا رو همه یک جا میکنن باز به سر هم دیگر خود تقسیم میکنن. غذا میبرن و دیگه کس غذا میبرن بیشترن غذا میبرن که همه هر کدوم نان و نمک هم دیگر میخورن. خب چی رسم خوبه. نمک از اونجا که بیرون میشن از اونجا که بیرون میشن میرن به نماز عید میرن به عیدگاه. به عیدگاه که اصلا نماز که خونده میشه باز همون ارباب ده یا امام مسجد ده که اصلا جلو میشه با خونه تک تک از همون مردم ده دیدن میکنن عید تبریکی میدن همون تمام دیر دیدن میکنن عید تبریکی میدن با همون جمعی که بیرون میشن با همه خونه ها میرن. همین روزه هست. همین روزه هم هست. بله خیلی خوبه خیلی خوبه. و یک چیز دیگه اگه ما شما متوجه بشیم که ما خود بودیم دستا خو اینا میکردیم. اینا میکردیم که همین از لحاظ رنگ شناسی رنگ سرخ پیام دوستی و صمیمیت رنگا ابوالقاسمی میگفتن. بوی خوش خود خنای ابوالقاسمی. همون رنگا به دستا خو میگرفتی که دستا خو گردک اینا میکرد که مینه میگفتن اینا میکرد که گرز اینا میکرد. انا تزیینات ای در سر و صورت اطفال دیده میشد. اما لکن بدیها که هست همین فرهنگ هست. پیامای شادی بود دیگه حالا به داخل شهر شاید کسی عید فرق کرده باشه که به آجیل باب اینا بیارن. گفتن استاد داخل شهر شیرینیه و اطراف هست نمکه نمکگیر نمکه بله. اما ما فرهنگی ها باید یک کار داشته باشیم چون فرهنگ سازنده اجتماع است. بله. باید مشکلات رو سر بریدن که تا شیرین شود کام دل ما. اگه مشکلات رو سر برداره شکلات میشه. بیشک. باید مشکلات رو سر بریدن که تا شیرین شود کام دل ما. و باید فرهنگی ها در هر جامعه و نقش برازنده هم باید از همه بیشتر دولت ها باید داشته باشن که برنامه های ایدی مجللتر ساده‌تر با محبت ها و صمیمیت های بیشترتر رواج بدن، امکانات تبلیغاتی داشته باشن و برنامه‌ای باشه که آینده یا عید بعدی همه مردم از او بیاموزن. و این کاریست که برازنده و نیکوست به نظر من. اما بدبختانه که مسئولین اداری ما در بخش‌های فرهنگی در طول تاریخ، نه امروز بلکه در طول تاریخی که من یاد میدم دولت کم در این رابطه کار کرده و باید اینجا چند روز جلوتر از عید برنامه‌های عیدی و در مسائل اقتصادی در شیرینی بابا تسلط داشته باشه که ارزان‌تر فروخته شه که همه کس پیش رفته که استاد گفتن بعد اینا حسادت میکنن یا رنگ میبرن که چرا ما نتونستیم امروز جلغوزه بخریم، چرا نتونستیم پسته بخرم. به خونه فلانی رفتم هم جلغوزه و هم پسته و هم خسته و هم انواع چیزی بود. من اقلا کمکی باید در این سفره ایده خود به نمایش بگذارم.
اما اگر این برنامه ها به صورت خلاصه و زیبایی و سادگی و با محبت بیشتر بشه و دولت در این رابطه هم تبلیغات های بیشتر کنم، ملا صاحبا در نمازهای جمعه خود از این بیشتر تبلیغات کنم، البته چند هفته جلوتر پیش از این. خب عید قربان باز ما پیش رو داریم. خب عید قربان هم که عید سعادت است و هم عید قربانی است، عید است که عزیزان و معذر خانواده به درگاه خداوند به خانه خدا میرن. بیشک نه منظوری بود که از حال شروع کنه برای فرهنگ سازی نتیجه به عید قربان ان شاء الله خواهیم دید. ان شاء الله سالهای بعدی، عیدهای بعدی ان شاء الله اگر عمری باقی باشه. در همه ارتباطات ما از مقامات دولتی همیشه آرزومند هستم که در برنامه‌های و مراسم‌های عید، در مراسم‌های دینی تبلیغات‌های بیشترتر به صورت عنعنات اجتماعی اسلامی دینی بیشتر کار کنیم. وقتی که ما در این برنامه ها کار کنیم مردم هم سازندگی بیشتر یاد میگیرن، مردم هم تشویق میشن، مردم هم از تجملات میگذرن. بله. همین که بسیار همین که ما بتونیم یک بچه خورد یک ایدی بدیم، این قرار نباشه که من مگر 500 افغانی بدم. بله. این قرار نباشه که فلانی داری که نتونه همه به همه وقت به نوعی بسیار از اون خورتکا هم استقبال کنن و خورتکا هم به شادی او را بگیرن و بپذیرن. فرهنگ هم حفظ بشه. این فرهنگ هم حفظ بشه. فرهنگ معقولیه. بله. چون با کسی که کمک کنی، ایدی کنی یا روابط اجتماعی برقرار کنی، محبت تو بیشتر میشه. او بعدا به هر جا میگه انا فلانی به من ایدی داد، انا فلانی چه شد. پس این محبت ها در اصول اندیشه ملی و دینی ما نهفته است. بعد اینا را بیشترتر باشه انشالله. خب من فکر میکنم که وقت برنامه رو به ختم هست. دوست دارم که حالا از این فرصت استفاده بشه در رابطه با مسائل هنری یا کارکرد فعالیت های هنری هم که دارین یک صحبت داشته باشیم. اشکر خدمت شما، بسیار عالی. دیگه به هر حال بگو تقریبا نزدیک به 40 ساله که کار هنری میکنم. از ایران شروع کردم و به هر حال تا حال ادامه میدیم. فعلا هم مدیر نگارخانه بهزادم در موقع دوز ملک. بله. یک مکان بسیار تاریخی و عالی که انشالله دوستا بلکه فرصت بشه بعد از عید انشالله به نگارخانه ها کانونای هنری انشالله به عنوان جایی که آثار هنری میشه به نمایش در بیان ببینم بازدیدش بشه. حوزه ده. بله. هنرمنداخ رو ببینم، فعالیت های هنری ببینم، همه تابلوهای بسیار زیبای. امیدواریم که ما در قسمت فروش آثار هنری هم یک همت به خرج بدن، هم مردم عزیز ما هم دولت مردای عزیز ما که انشاءالله به جای تابلوهای چینی بله از آثار قلمی و هنری اساتید بزرگوار هیرتی خوب عنوان کسایی که علمدار و پرچمدار استاد محمد علی عطار و محمد سعید مشعل و بهزادن، نواسه ها و نبیره های اونای به هر حال یک تابلوی نقاشی در خانه خودش باشن که به هر حال تاثیرات بسیار مثبت داره هنر در زندگی انسان ها. با واقعیت ما اگر هنر بیایم ما از زندگی خود تقریبا بگیم کمرنگ کنیم، حالا خدا نخواسته ما و بمونه، فکر میکنم زندگی بدون هنر یک زندگی بسیار خشک و بیرو کمرنگه. واقعا نمیتونه. خب فضایی که ما و شما هم داریم ببینیم با هنر مزین شده، تزیین شده، چقدر زیبا کرده. خب نقشهایی که در پشت سر ما شاید نقشه‌های بیزدی ببینیم اینا، حتی همین گوشوا همین نقشه‌ها چقدر با دکور ما و شما ارزش داده و بها داده. با وجود اساتید بزرگواری که ما در هرات در تمام بخش‌های هنری داریم، ان شاءالله از این نگارخانه بعد از عید دست فامیل بگیرن، بازدیدش باشن، خرید کنن. با خصوص در قسمت بیمارستان‌ها و شفاخانه‌ها که ان شاءالله مریضان و شما با دیدن دکتر صاحبا با دیدن اینا برنده به حساب مریضی خوشم ببینید که به حساب تابلو باشه، من آثار هنری وجود داشته باشه، پرحرفی نکنه. ان شاءالله که همیشه سلامت و سربلند باشه. ممنون شما. به تایید حرفا شما استاد میتونید اگر گذشته مثلا چون راجع به رسم و رسومات و فرهنگ و عنعنات گذشته یاد شد، اینه که اگر مثلا اگر گلی موزون میکردن داخل خانه برای دیوار یا مثلا سرتاقی کنار تاق یا کلکین اینا آویزون میکردن برای دیزاین داخل خونه، ولی خب حال خوبه که از آثار نقاشی و خطاطی و سایر هنرهای اساتید هنر هرات خود، افغانستان خود استفاده بکنن. هم هنر رونق پیدا میکنه، رشد میکنه، هم هنرمند تشویق میشه
و این که هم خانه ما دیزاین میشه دیزاین میشه یک اثر هنری هم به خونه خود به عنوان یادگار از این هنرمند خود داریم. به امید خدا که این فرهنگ نهادینه بشه و که باعث بشه که هم هنرمند ما و هم هنر ما رشد پیدا بکنه و پا به پله‌های بالاتر بگذاره. متاسفانه وقتی دوستان خیلی گرفته نشه، بعضی از دوستان امروز سراغ گرفتن که متاسفانه کارهای هنری خود بعد از 20-30 سال ترک کردن و به هر حال نمیگه که شغلای خدای نخواسته شغلای دیگر کاذبه، به هر صورت هر کسی یک رشته داره، علایق داره، وقت صرف میکنه، استعداد داره. این تلاش که خدای نکرد استعدادا ما و شما به نویدگی چیده شه و متاسفانه با شغلای دیگر هنرمندان در تمام عرصه‌های هنری اینا گرایش پیدا کنن و به هر حال به خاطر امرار معاش یک لقمه نان یا سفره رنگین متاسفانه مسائل هنر در کود بره در یک شهر فرهنگی. این فکر میکنم واویلا باید باشه. استاد شما از فعالیت هنری خود تشکر. همینطور که استاد گفتن نهادها و گالری های هنری که هست همیشه به خدمت جامعه بوده و فعالیت های هنری همیشه برای فرهنگی ها و جامعه هنری خدمات خود ارائه کرده و میکنه. چی خوبه که هموطنان ما یا همشهریان عزیز ما به جای تابلوهای عکس از کارهای خارجی بیان کارهای اصلی هنرمندان خود خریداری کنن و خونه که اینا به روزای عید آمادگی میگیرن. چی خوبه که با آثار هنری هنرمندان خود مزین کنن که یک نما و یک معرف خوبی باشه از شهر ما و از طبیعت جامعه ما. این خیلی خوب میشه که همین فرهنگ خود مردم منن که میتونن که نادینه میکنن بین هم دیگر خود و هنرمندان که کار میکنن برای همین جامعه کار میکنن اینا تنها نگذارن و از گالری ها اینو دیدن کنن و بر علاوه دیدن خریداری بکنن. این خیلی خوب میشه که هم تشویق میشه و هم خونه ها ما مزین میشه. بله ان شاء الله به امید چنین روزی. استاد من کتاب جلوی شما دیدم از اول برنامه کنم ولی خب چون بحث مسائل ایدی و ایدیدنی اینا بود فرصت نشد که سوال داشته باشم از این کتاب شما به نام جلوه دل هست. جلوه داغ. جلوه داغ. خب همون جلوه دل پرداغ میشه. بله. یا میشه جلوه داغ دل. داغ دل. استاد خب میشه که از فکر میکنم به می اواخر این کتاب چاپ رسیده و کتاب های دیگه از مجموعه شعری از شما قراره که انشالله به زینت چاپ برسه انشالله رحمان. همین که دوست دارین که هم در روی کتاب برای ما بگین یک شعری هم برای ما دکلمه داشته باشین خیلی خوب میشه. پیش از اینکه من از کتاب چیزی بگم یا شعری از کتاب بردارم خدمت شما کنم به تایید گپ استاد که پیشتر به شفاخونه ها که میرفتن تبلیغات خیلی قشنگی باید میوردن، گل میوردن، دستای گل میوردن به مریضا، همیشه بالا سر از اینا گل میوردن. چون یک قصه هست که میگم یک شاعر به معشوقه خود به شفاخانه یک دسته گل بسته برده بود. معشوقه هم که شاعر بود گفت بگو ای عاشق صادق چرا گل دسته آوردی؟ دل بلبل شکسته غنچه را دل خسته آوردی. وی در جواب اون با یک مکسی گفت زبر زیب دستت ماه من گل دسته آوردم، به خوبی لاف میزد گل به پیشت بسته آوردم. خب این که بازو بابت قبلا گل گلی تو بسته میکنن به خوبی لاف میزد گل به پیشت بسته آوردم که ببینید گل تا با کجای گل تا با گل. بله که کتاب جلوه داغ یک چیز هست میخوایم که از شما یک شعری بخونم. حالا یک معلومات بدین استاد راجع کتاب. مجموعه اشعار هست که یک گوشی از اشعار ما در این یک بخش از اشعار یک بخش از اشعار به اینجا چاپ شده به نام جلوه داغ که چون اید است و من این ایدانه را به خدمت شما تقدیم میکنم. ممنون شما. لطف کرده شما هم مبارک باشه. لطف کرده. در سعادت باشین. میبخشید. من که ایده خود گرفتم. اگر گذشته دیگه مبارک کنه سلام شما. اگر گذشته چی بود همون پشتقاب نخود کشمیشی میدادن ولی رسم و رسوم دیگه ارزش بسیار بالایی داره که دیگه با هیچ چیزی نمیشه مقایسه کرد. این که خوبه دیگه مثلا اگر از هنرمند نقاش و شاعر و اهل هنر و ادب کلا اگر تحفه هم آدم دریافت میکنه تحفه هست که قابل قدر بود تا زیره و کرمان بردن پیش شما جناب استاد. بزرگوار شما بودن شما آمدن شما همین که به دعوت ما لبیک گفتین دنیای برای ما ارزش داره همین که آمدین
چند دقیقه خودش ما صحبت کرده، از صحبت شما مستفید شدم و همه دنیایی برای ما ارزش داره. خداوند شما همچنین شما دوستا و جناب استاد و جمعی بزرگا و ملت عزیز ما خدا حفظ کنه. آمین. بشنم جناب شعر استاد جو کسب فش کنه. به خاطر میگم با آخر رسیده یک الهی نامه بخوانم. به به از چه بهتر. الهی دانش ما را فزون کن، لوای جهل را خود سرنگون کن، فروغ صبح بخشا این وطن را، ز معرفت پر از عشق و جنون کن. آمین. الهی جنگ و خونریزی نباشه، آمین. تجاوزهای چنگیزی نباشه، ز دست ظالمان آزاد باشیم، بهاران رنج پاییزی نباشه. الهی گل به گلشن شادمان باد، بهار ملت ما جاودان باد، شکوی همدلی های بهاری در این گلشن در این افغانستان باد. آمین. خیلی مقبول است. خیلی مقبول. خدا شما حفظ کنه جناب استاد. یاد خدا باشه. همیشه عید داشته باشیم، همیشه با عید باشیم و خداوند عید سلیمیت و محبت و مهر و الفت در جامعه ما برقرار داشته باشه. الهی آمین. الهی آمین. خیلی خوشحال شدم که شما رو به کنار خود داشتم امشب و برنامه خودمانی میشه گفته که خودش ما چند دقیقه صحبت کردن. افتخار بود برای ما. بزرگوارن برای ما بیشتر. خیلی خوش شده. هرچند که خب استاد و سلامت باشه. در روز عید در خانه شما در عصر امروزی ممنون شما به عیدی دیدار کرده. هرچند که خب دل ما میخواد که بیشتر صحبت بکنه دیگه به هر حال تراکم برنامه ها هست و یار باقی صحبت باقی باز ان شاء الله و یک خوشخبری بدم برای بیننده های عزیز که برای هنرمندان عزیز ما مدیریت شبکه تلویزیون عصر به امید خدا قرار هست که برنامه مشخصه برای مسائل هنری، فرهنگی و ادبی روی دست داشته باشن برای بعد از ایام عید انشالله که همه مستفید خواهند شد انشالله. البته با کمک و همکاری همه شما هنرمندان عزیز ما، اساتید بزرگوار. استاد شما میزنید دیگه، ما هم در کنار شما انشالله کنده گریز بالاخره قربان شما. سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم. با عزت باشین. سلامت باشین شما. خب این بود صحبت ها و گپ دلی که با هنرمندان عزیز خود داشتیم در این برنامه. امیدوار هستم که هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و هم استفاده مزیدی برده باشین. ایام به کام شما باشه، هر روز شما عید و خوشی و صحتمندی باشه. شما به یاد نام الله می سپارم. شب روز شما خوش. خدا نگهدار.